دورای این خیل کشتن نمیخواستم جنگاور، ولی برایم دیگر چاره‌ای نگذاشتی. جناب، دخترچه رو آورده ایستاده. جنگاور مرد. جنگاور مرد گفتی؟ بله جناب. خوب، بسیار خوب. نهایت خلاص شدیم. زود نبیرم رو به نزد من آورید. استاد نکنید استاد، هجری مرده است استاد، بس است این خیلی نکنید. هجری مرده است استاد. استاد نکنید استاد. یک سوی استرامت مرام نرسید. بیدار شم هجری، بیدار شم پسرم، بیدار شم هجری، بیدار شم. هجری، حالا کاری زیاد داری. هجری، بیدار شم هجری، بیدار شم، 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 بیدار شم هجری، بی
بسم الله گفتم خیز پسرم بیدار شم هجری بیدار شم تسلیم شوید و هیچ کجا گریختن نمیتوانید. لبت ما را از اینها نجات ده. داد نزن دهانت را پوش. سرده دستم را لبت. خانم زورو داد نزن سرده دستم را. نزن خاموش باش گفته ایستادم. سرده گفتم. با ماشین شینید تعقیب کنید زود باشد. لبت خواهش میکنم ما را نجات ده. لبت رهایم کن خواهش میکنم. لبت نرسید به من. یاری ده سرده شما اینجا باشید پیش راه پلیس ها را گیرید. سردید مرا یاری ده. شما پس من شما پراندم بگیره.
آنها کجا شدند؟ گریختم ایستد نگریخته شما اینا را گور کنین شدی چه رفته سوما جان خوب هستی جنگاور تو هستی؟ مرا گوش کن جنگاور هستی که هستی جین هستی این هستی نمیدانم اما که بودنت را خواهم فهمید از تو بسیار قرضدار شدم با قرض زیاد زندگی کردن نمیتوانم تشکری بسیار به تو بتول خوب هستی؟ تو کی هستی؟ چه میخواهی؟ من هجریه سالهای پیش هم با استادم اینجا آمده بودیم دستم شکسته بود شما مرا طبابت کرده بودید استادم با من امر کرده بود که هر وقتی که یاره‌دار شدم به نزد شما آیم به یادم آمد بیا به درون درو آدم‌ها که اینجا بودن کجا شدن؟ گریختن کمیسارم از اتوبوس خبری هست؟ نفری اتوبوس رو من کرده همه آدم‌ها رو نجات داده است کمیسارم با ماشین من سوار شد برید کاری بزرگ کردی خیالی برای جنگاور و کشتن مکافات خواهی گرفت نبیرم کجاست داغن؟ وای جناب پلیس تو رو از دستمون گرفت چی؟ پلیس از دستتون گرفت؟ من تو رو نگفته بودم که دیگر خطایت رو نمیبخشم این آخرین شانس نبود مگر؟ اما جناب چه خیلی اما؟ چه خیلی اما؟ بیرون برا خیالی نزدیک بیا
ҷанговар мурд. акнун калта келасро ҳеҷ кас наҷот намедиҳад. барои ӯ як нақшаи хуб омода мекунам. چه خیل نقشه؟ ака духтаратон ба садама дучор шудааст. ҳозир дар беморхона аст. در کجای من؟ این باز هستی؟ شکری خدا که به خود آمدید خانم تولید جان. گیر دستانت رو گیر دستت رو موی سفید دیوانه. عشق دیوانگیست خانم تولین. آدمی که عاشق باشد و دیوانه نه به او باور کردن ممکن است. دیوانه شدم این آدم ها من رو دیوانه میکنن. زمین بانو خوب هستی؟ تو را هیچ چیز نشده است؟ خوبم پروانه کنید جنابی کنون. با تو اگر یگان چیز شود من چیکار بکردم؟ پروانه کن خانم میلیس. وای سقراط گفتنی آدم را پورا میکنم. تو اول سرمون رو از اون بلا خلاص کن. کدام بلا؟ بابای قادر است کسی نباشد او رو میگویم. نه این خیلی نمیشود. من حتما بانو رو دوزیدنم لازم. دلم کفیده است میفهمی؟ تسترک میلیسا بدست که با کمال سیا میمونه. من نمیدوزدم. چی؟ متدی من نیست. فو در متد این متدی من نیست. با امید متدم شوم بانو از دست میرود. بین کمال سیا به یگان متد میلیسا اخذ کرده تا حیوان باشی متد گفته بگرد. من باید دیگر روی حال یابم. ای خب که میمون شما دیدم بخدا. اکا سومن و زورو چه خیلی خوبند؟ خوب بودند. اینجا آمده ایستادند. نمک به این نگاه کن. کجا نگاه کنم؟ ابو چالکا نداره. انگوشترین بگو. برای اختازور اینه که شرح آواز بلبلم نمیفوره در این وقت. ایرا میگیریم چی کار میکنیم؟ توید میکنیم صغیره دار میشه دیگه چیل میفوره. میبخشید شما شوهر دارید؟ خوشرو بوده انیق شوهر ندارم. اگر روزی شوهر همین روز بخدو میگیریم شا ای اگم دوست داشته دارید؟ دوست داشته ندارم اما سوزندارو دارم. کمتر پس همتون رو جواب میدیم. چیزی مهمی نیست. تنها با شما گازی بیهوش کننده داده. رحمت رفیقان شنیده چیزی مهمی نبوده است. تنها گازی بیهوش کنی. خدا را شکر چیزی نیست. دخترم جانم خوب هستی؟ خوبم ام پدر. این کار چی شد؟ به صدمه دچار شده. من با دکتر گپ زدم. ایستادن شرط نیست. خیز آماده شو میرویم. نه تو رو پدر من به اون خونه نمیایم. حالا هم نسبتم خشم داری. این خشمی تو کی پایان میابد دخترم؟ لطفاً پدر من خوبم.
صدمه چی خیلی شده است فهمید. چی خیلی که شده است همه شما یان کنید. مایل شکر. جانم خسته نباشید. جانم خوب هستی؟ بسیار ترسیدم. خوبه. تو هم خوب هستی میخیلی؟ خوبم جانم. تمام همش گذشت تمام. پدر جان. بیتول جان خوبی؟ اینجا بیا شیرینچه چی خیلی هستی؟ خوب هستی؟ دختر جانی من چه خوبی؟ ای جانی دادا. مادر شما هم بیاید. خدا نگه دارتون باشد جناب زیاد. تشکر زیاد. خیر کنی شینیم چی؟ با رفیقان صحبت کردم. از نقشه کشیده سقراط خبردار شدم. فهمم. نجات یافتن قریب که غیر امکان بود. بسیار برایم عجیب می نماید. وقتی ترمزهای اتوبوس از کار برآمده بود، همه در حالت بیهوشی قرار داشت. چه خیلی از اتوبوس نجات یافتیم؟ به خدا به این سوال بسیار میخواهم جواب دهم، ولی باور کنید هیچ چیز به یادم نمیآید. من دیدم ما را جنگاور نجات داد. چی؟ جنگاور گفتی؟ بله، حتی از پشتش یاره‌دار شده بود. باور میکنید حتی در حالت یاره‌داریش هم ما را توانست که نجات دهد. باز جنگاور؟ استاد خدا شفا دهد. رحمت هجری. خدا به همتون شفا دهد. رحمت. هجری چیزی نمونده بود که میمردم. تمام خانم سنم همش گذشت. شنید آخر هجری میدونی بسیار ترسیدم من. خانم سنم شما گفتید که جنگاور از پشتش یاره‌دار بوده میخیلی؟ بله. سروش بیمارخانه ها رو از نظر گذران که از پشتش یاره‌دار شده است. جنگاور رو حتما پیدا میکنیم. چه خیلی که بفرمایید. بیست هر دوم یک جا میرویم. ای هجره من با تو یک چیز رو گفتن میخواهم. من با حسیات تو بازی کردم. بله التماس مرا ببخش. البته اولها برای تو رو به خودم عاشق کردن نشان دادم که گویا تو رو دوست میدارم. بله اما بعداً تو رو برای دلی تو رو شکستنم از تو بسیار معذرت میپرسم هجری. برای من فرقی ندارد خانم سنم. مهم با دوست داشته‌تان بازی نکنید. برای یک شرط ناچیز شده با حسیات یا هرگز بازی نکنید. خیر حیاتتان رو با این خیل بازی های بی‌معنی صرف نکنید. در این دنیا کارهای فایده‌ناکتری هست. پس پی آنها شوید. روزتون بخیر خانم سنم. روزتون بخیر استاد. تا بازدید. جانم او رو گفتی که دوستش میداری؟ آخر همه چیز رو میدوند زورا. حتی شرط کردنم او رو میدوند. مگر تو گفتی سنم؟ نه. پس از کجا میداند؟ نمیدونم. اصلا خوب شد که فهمید. اول بازی بود اما آخرش حقیقت شد. باید همین خیل میشد. کدام حقیقت رو میگوی زورا؟ او رو دوست داشتند. سنم دیدی که امروز به سرمون چی بلایی آمد؟ همین خیل نه؟ حیات همین خیل گویدو هست. که چی حادثه شدنش رو کسی نمیداند. به فکرم کسی که دوست میدارد باید دوست داشتنش رو اظهار کند. این چه خیل شد؟ آخر تو جنگاور رو کشته بودی کو؟ آدمی که کشتیش همه را در اتوبوس نجات داده است. این چه خیل شد خیالی؟ چه خیل شده از من هم نفهمیدم.
رفته دیدم نبض نداشت، مرده بود. چه خیلی زنده شده است نمیدانم. اجازت نمیدیم که جنگاور به دامی که برای کلتکیلس آماده کردم مداخله کند. چه کاری که نمیکنی پیش راهش را میگیری؟ خاطر نشو. این مراتب جسدش رو هم نمیگذارم. پاره پاره میکنم. سقراط گفتنی آدم تا نبیرش را نگیرد این کارا رها نمی کند. حیاتی همه زیر خطر است. چیزی نمانده بود که همه را کشت. چی کار میکنیم اکنون؟ شما پروا نکنید خانم تولین. وای سقراط گفتنی آدم را خودم پاره پاره میکنم. بله ما رو جنگاور نجات میدهد و این باشد آمده اینجا واهمه دارد. تو چی ها میگویی ها؟ اوه خدای من. خیر من کمی هوا خورم. این زهرا و زیا منتظری چی هستند؟ چرا حالا هم خانه دار نمی شوند؟ منتظر گفتن سومان هستند که این زن مادر او نیست و وقتی موافق را منتظر هستند. ای کافی است آخر گویند اکنون. بله. خدایا توبه. دخترم خوابت آمده است، بیا من تو رو رفته خوابانم. سومن جان میخواهی که من تو رو خوابانم؟ شما زحمت نکشید، من او رو میخوابانم خانم زهرا. مادر پدرم آید یک جای میرویم. مالش دخترم. لبای خانم زهرا کی هستید؟ من بابای سومنم. سقراط. خانم زهرا باید به شما یک چیز را گویم. تو خودت کی هستی که به من زنگ میزنی ها؟ آدمی پست. گوش کنید خانم زهرا، حادثه های ناخوش رو پسی سر کردید اما همه چیز گذشته رفت. من هم بابا هستم و در این دنیا غیر از سومن دیگر هیچ کسی ندارم. نه به سرت اومد که بابا هستی. دیروز همه رو قریب میکشی قاتلی حرام. اگر کلتکیلس نبیرم رو از من دور نمی کرد هیچ کدامی از این کارها رخ نمیداد. کلتکیلس پدری نبیرم است. اگر او را کشم نبیرم یتیم میماند. این رو نمیخواهم. اکنون از این دشمنی خسته شدم و شما دستی صلح دراز میکنم. چی سرسته میگویی؟ بعد اینقدر کار باید باز انتظاری که باورت کنم؟ ها؟ دیگر چاره ای ندارید. اگر قبول نکنید همش از گذشته هم بدتر می شود. گوش کن، از من چی میخواهی نمیدونم اما تلفن رو خاموش میکنم. دیگر به این تلفن زنگ نزن، فهمیدی؟ گوش کنید خانم زهرا، به نزدیکی با کلتکیلس خانه‌دار شده حیاتی نو بنا میکنید و مادری سومن میشوید. به این هم نمیخواهم که نبیرم وی بهار گفتنی زن را مادر گوید. آن زن مرا از نبیرم سالهای دراز دور کرده است. او به من نگفت که نبیره دارم، از من پنهان کرد. نمیخواهم که به سومن مادری کند. من میخواهم که به سومن شما مادری کنید. چی کار کرده میتوانم؟ کلتکیلس را تنها شما راضی کرده میتوانید. با او صحبت کنید و این جنگ بینمون خاتمه یابد. نبیرم را بینم. آخر او پدری سومن است. من باشم بابایش. تقدیر ما را یک جایه کرد. ضد تقدیر برآمده نمیتوانید. کلتکیلس پگاه به محبس می رود. کارهای به سرم آمده را ببین. بابای دخترم مرا کشتن می خواهد. دخترم زنی را که مادرش نیست مادر می گوید. زهرا تنها به خاطر مرا دوست داشتنش به همه چیز راضی است. خوب که دیوانه نشدم. کارا ببین. اوف. زیا
زهرا از راستی به خاطر همه کارها از تو بخشش میپرسم. قول میدیم همه‌اش را اصلاح میکنم، باور کن. زیا سقراط به من زنگ زد. چی؟ صلح میخواست است. خدایا، آدمی که دیروز مرا کشتن میخواست امروز آشتی شدن میخواهد. مثل که صمیمی صحبت میکرد. آخر تو به آن حریف چه خیلی باور کردی زهرا؟ بخشش، اما شاید او را نبیرش آدم کرده باشد. نهایت میخواسته است که کم کم آمده نبیرش رو ببیند. نمیخواهم با او صحبت کنی زهرا. اگر زنگ زند هم گپ نزن. در حقیقت سقراط، یا خدای من، مثل که صمیمی بود. شما هجری پسری حسن مروه دختری احمد را به زنی قبول داره؟ بله. نه نمیشود. این نکاح بسته نمیشود. هجری را من دوست میدارم. من او با من خانه دار میشود. هجری تو این رو با من چه رو دیدی؟ چه رفته با دیگر کس خانه دار میشوی؟ مروه کی است مروه؟ تو من رو با مروه خیانت میکنی؟ موازینی خواهی؟ یک لحظه آخیره من کمی پیشتر خوب ندیده بودم. حقیقت نبوده است، خوب دیدم. راحت شدم. دیوانه میشوم من. بس است آخر. رفته به هجری میگویم که او را چقدر دوست میدارم. همه را محو کردم و اکنون چیزی که شود شدن گیرد. آماده ام که ایرج میتوانیم رویم. هجری پسرم به کجا رفته ایستاده ای؟ خاله رقیه خانه یکی همدم برای خواستگاری دخترش میرویم انشالله. اوه خیلی خوب خیلی خوب. شامتون بخیر. شام بخیر پسرم. معلوم شد که هجری خانه دار می شود. خوب بخیر باشد. ده این هم زیبا صنمی ترکیه برای هجری نمی شود. درست میگویی. تو را دوست میدارم هجری. التماس تو همه را دوست دار. نه آخر این نشد. این را چه خیلی میگویند آخر؟ تو را از روز اولی که دیدم دوست میدارم هجری. این نشدنی بود، اما عاقبت به تو عاشق شدم هجری. بار دیگر این کنیتم بده. تو را دوست میدارم هجری. همش از اول البته که شرط بود. التماس تو همه را دوست دار. نه این نشد، اما بعدم به تو عاشق شدم هجری. التماس با من یک امکانیت دیگر بده. مرا ببخش. دیدی اینه شد آخر. رفتم میگویم چیزی که شود شدن گرفت. هجری هجری این آدم در کجا باشد؟ خاله رقیه؟ لبای دخترم. هجری رو ندیدید؟ در کجا بودنش رو میدونید؟ تو مگر نمیدونی؟ چی رو نمیدونم؟ هجری برای خواستگاری یک دختر رفت. چی؟ همراه جنابی ایرج یک جای به خانه یکی همدم رفتم. یا خدایا، یا اینکه خوب دیدم میبره چی؟ نه غیر امکان است. آخر این را با من چه رو دیدی هجریه؟ تو چه خیل به خواستگاری میروی؟ تو غیر من به هیچ کس خانه دار نمیشوی. به تو نشان میدهم. شما باید سببی آمدنمان را دانید. برای
یک کاری خیر آمدیم. خدا نصیب کند با امر خدا با قول پیغمبر برای پسرمان دخترتان مروه را خواستگاری میکنیم انشالله. با خواست خدا انشالله. انشالله. هجری؟ هجری؟ خانه‌دار نمیشوی هجری. تو رو از من خوشت ناومد و از این دختر بیزیب خوشت آمد. من رو با امید میکنی و باز دیگر کس رو خواستگاری میکنی؟ خانم سنم خاموش تو گپ نزن. نامی تو مروه است مگر؟ بله. مروه است؟ خدا لعنت کند خوابم برآمد آخر. تو این رو چخیل به من رو دیدی هجری؟ گویا که ما از این هستی. حیف بر تو. خانم سنم شما چی ها میگوید؟ دیوانه شده اید؟ چی حق دارید که دیگران رو در روز بهترین خوشحالیشان ناراحت کنید؟ روز خوشحالیت ها؟ تو با من خیانت کردی خوشحال میشوی مگر؟ چی خیلی خیانت ها؟ شما دیوانه شده اید از برای خدا. ای بستای اکای جوهر مرا ببخشید. خدا خوشبختتون کند. با تو یک چیز گویم. با فکری من شما با یک دیگر بسیار خوب میزیبید. هرگز جدا نشوید میلش. تا آخری عمرتون خوشبخت و خوشحال زندگی کنید. هجری؟ هجری ایست. باید با تو یک چیز رو بگویم. بهتر به یکی در بالا کردید کافی نبود مگر؟ چیزی گفتنی باشید گویید و دیگر رو برایم نبرایید. بس است آخر؟ این چی ناز و نوز است؟ چند بار از تو بخشش پرسم؟ تمام. شاید کمی گناه کرده باشم درست. اما تو همه رو دوست نمیداری کن. اگر دوست میداشتی با تو بازی میکردم تو حق میبرآمدی. اما تو مرا هرگز دوست نمیداری. تا امروز حتی برویم نگاه نکردی. خوب شد که نگاه نکردم. برای نفری که برای یک شرط شده با حیثیت یک نفر بازی میکنه چه خیلی نگاه میکنی؟ رفتیم. مرا گوش کن. غالب میبرایی فهمیدی؟ اگر غالب نآیی بگو تا من یگانجا گریزم تا که مرا نیابد. اگر یک جای گریزیم راضیم خانم ملیس. خاموش باش. با تو یگانجا رفتن نمیخواهم. برای غالب شدن به خودت باوری داری یا نه؟ پروا نکن خانم ملیس. در کتابی من جای برای مغلوبیت نیست. مشق هم نکردیم. غالب آمدنت لازم. من در این جوانی مردن نمیخواهم. در فکر من است یا در فکر خودت؟ البته که در فکر خودم هستم. پیشتر رو مادرم نشنود. بی صدا رفتیم. ملیس؟ شما با کجا رفته ایستاده اید؟ وای مادر. چی؟ وای خانم تولین ما با پودینه چینی می رویم. پودینه چینی؟ ملیس پودینه رو نغز نمی بیند کن. نه مادر من نه. کمال دوست می دارد. اگر او دوست دارد تو چرا می روی؟ با خانم ملیس نو مخول شده است. بله مادر. بوی بسیار زیبا داشته است. یعنی با من هم مخول شد. پودینه مخول شد. بله تو بازدید مادر. خیر پیش در رو می رویم. رفتیم. خیر مادر جان تو بازدید. تو بازدید جانم تو بازدید. گلچینی پودینه. سمی در پس این پودینه چیزی نهفته است. انیق چی گپی دیگری هست. این خیلی باشد در پس این کار دیگر کاری هست. سمی من هم همین رو میگویم. آنها رو تعقیب کن. آنها انیق چی کاری کردنی اند. این رو با من رفت. از راستی پگاه روزی تولدیست من است؟ بله پگاه. چرا پیشتر نگفتید؟ یعنی وقتی آخر حادثه هایی که رخ داد فرصتی گفتن نشد. کنی اینجا بیا شیرینم. کنی بیا شیرینم.
پروا نکن میدچه. تو را از من هیچ کس جدا کرده نمیتواند. دختری زیبایم. آخر تو از خودت باوری داری؟ در یک جا ایستاده کمی با تو مشق کنیم چی؟ خانم ملیس خوب هستی؟ به این هم دیر موندیم. ما را در حالت ناگوار گذاشتنی. اوف، آخر چیکار کنیم؟ یافتم، دوپینگ استفاده میکنیم. دیگر نشنوم. کمال سیاه هرگز دوپینگ استفاده نمیبرد. حاضر به تو نشان میدهم کمال سیاحت رو. اینجا حیاتی من در خطر است. چی در خطر است؟ حیاتم. چی؟ حیاتم. اوه خانم ملیس، من رو هم یک بار چونین جانم گوی کود، جانم رو زیر پایت نگذارم. من این بیهودگویی رو دوپینگ استفاده میکنی، من کار ندارم. هرگز نمیشود. استفاده میکنی. در کتابی ما برای استفاده دوپینگ جای نیست. تو بس کن کتابی واهمت رو. حیات من زیر خطر است میگویم. اگر آن محاربه رو غالب نآیی بین تو رو چیکار میکنم؟ اینها به کجا میروند؟ آه کمال سیاه، فکر کردی که میلیت رو از من گرفته میتوانی؟ یا خدا توبه. برادر تو دیوانه هستی؟ حاضر زیر کرده میگذاشتم ها؟ سقراط تو را دیدن میخواهد. بس کنید. وای. از پشت تو شده در این جوانی هم مردن نمیخواهم. خانه دار شده کودک دار شدن میخواهم. انشالله. آمین. چی خیلی نگاه داری؟ با پیشت نگاه کن. کنیگر. سمی، همه‌اش را میدانم. از کمال سیاه خلاص شدن میخواهی، اما برای این به یاری احتیاج داری. جناب سقراط، من نمیدانم که شما درباره چی گفته ایستادید. من تو را از کمال سیاه خلاص میکنم. تو باشی در قصر اکرم چشم و گوش من میشوی، برای من کار میکنی. بخشیشو من اولا بسیار معذرت میپرسم، اما شما دیروز ما رو کشتن میخواستید. یعنی این رو چرا کنم؟ در اولی سخنم بخشش پرسیدنم رو یادرس میکنم. دیگر راهی نداری. میخوام که این جنگ به آخر رسد. دیگر اجازت نمیدیم که نبیرم در بین این جنگ باشد. با کلتکیلاس آشتی میکنم و تو باشی برای این به من یاری میرسانی. این کار به تو نمیزیبد هجری. کسی به دشمنش این خیل گپ نمیگوید. براییم نگاه کردن هم نمیخواست است. اگر زیبا صنم ترکیه نمی بودم با من این قدر سخت نمی رسید. اما وای چرا رویم رو دیدن نمی خواهد؟ راحت را گم کرده ای زیبا چه؟ یاری دیهد! نگوریز کنی اینجا بیا. یاری دیهد! یاری دیهد! یاری دیهد! مرا رها کنه! دو باشا رهایم کنه! بهوده داد نزن دختر. در اینجا غیر ما کسی نیست. خدا جزای همتون رو میدید. حالا میبینید کمی پس جنگاور میوید و مرا نجات میدید. بعد راهی گریز میکوبید باز. جنگاور؟ وای کی است؟ تو بسیار فیلم تماشا کرده ای زیبا چه؟ اینجا دنیای حقیقی است. حاضر به تو لذت دنیای حقیقی را میچشم. جنگاور؟
ҷанговар каме монда буд ки мемурдам, маро боз наҷот додӣ. каме гармӣ омада истодааст. сӯхта истодаӣ ҷанговар. ҷанговар, маро боз наҷот додӣ. туро чӣ қадаре ки ташаккур гӯям кам аст. ту бисёр одами хуб ҳастӣ. кошки ҳиҷрӣ ҳам мисли ту бо ман хуб муносибат мекард. ой бахшиш, боз ман ҳиҷрӣ гуфтам. аз даҳонам яке баромад. албатта ки туро ҳам дар машаққат гузоштаман, аммо қавл медиҳам ки дар бораи ӯ ба ту дигар чизе намегӯям. қавл. вале медонӣ ҷанговар, аз ростӣ диламро бисёр шикаст ҳиҷрӣ. суханҳое ки гуфт бисёр таъсир кард. худоро шукр ки ту ҳастӣ. кошки ҳамеша ҳамроҳам бошӣ. ҷанговар, ба ту як чизро мегӯям, яъне агар хато нафаҳмӣ. аз телефони ман ба ҳиҷрӣ занг занем, ту ба ӯ суҳбат кун, майлаш? ҳозир ба ӯ занг мезанам. ҷанговар, ист ба куҷо меравӣ? биё. ба ҳиҷрӣ занг задам, телефонаш хомӯш аст, дастнорас аст. фахр карданашро намефаҳмам охир. ҷанговар, ту рақамҳоятро ба ман медиҳӣ? шояд ягон вақт занг занам. ҷанговар, ист ба куҷо меравӣ охир? рақаматро надодӣ? сардорам, хонум салам соқу саломат инҷо бошад, аниқ ҷанговар ҳам аминҷо будааст. чӣ алоқа дорад? сафсата нагӯ. не, сафсата намегӯям. ҷанговар каме пеш инҷо буд. ҳатто маро наҷот дод. ҷанговар инҷо буд? ба куҷо рафт? ба ин тараф рафт. дав левен, бидав, ӯро дастгир мекунем, бидав. ман чӣ кор кардам? ҷанговар чаро? ҷанговар гурез! уфе, агар рақамаш мебуд, занг зада огоҳ мекардам. охир рақамҳояшро надод ку. ба ман чӣ? бародари азизи ман Асадулло Ҳомидов ки роҳбари студияи Каронфилм ҳаст, шумо ин бародарро симояшро надидаед, вале дар нақши ҳиҷрӣ овоз медиҳад. хулас фикри анами бародари азизи ман буд ки агар он касоне ки дар сомонаи YouTube филми ҳидоятро тамошо мекунанд аз 100% 50% моро дастгирӣ кунанд, иншоалло аввал ин ду оиларо соҳиби манзили зист мегардонем ва баъдан сарфи филми ҳидоят карда ҳар ҳафтае ду қисм пешкаши шумо тамошобинони азиз мегардонем. вале ки мутаассифона бародароне буданд ки ба мо бовар накарданд. аз 50% худованд шоҳид аст, 10-15% дастгирӣ шуд. вале ҳамон қадаре шуд ки дар тӯли 3 ҳафта мо метавонем ки ду қисм филми ҳидоятро пешкаши шумо кунем. хеле ки бародари ман Ташрифҷон гуфт, ин кор кори маҷбурӣ нест, ин кор кори ихтиёрӣ аст. анамин суратҳисобе ки дар экранҳои шумо намоён мешавад бо номи Илҳом Давлатов, метавонед тӯли 3 ҳафта маблағи хешро бигузоред 150 рубли. бубинем ки маблағи хуб ҷамъ шудааст. баъди 3 ҳафта боз филми ҳидоятро ду қисм барои шумо пешкаш мекунем. ба хотире ки ба шумо мушкилӣ нашавад, бинандагони азиз, ва шумо метавонед ки ҳамон 150 рублро шумо қисман, яъне ки 25 рубл 30 рубл метавонед ки пардохт бинамоед. бародарон, албатта ин корро мо дастҷамъона метавонем амалӣ гардонем. бародарони азиз, агар бубинем ки шумо бетарафӣ накунед, мо дигар филмҳо дорем. якеаш Аҷаб Корубор ва дигар филмҳо аст ки мо тариқи диск иҷозат надорем, вале бубинем ки шумо дастгирии хуб мекунед. ана ҳамин филмҳоро тариқи сомонаи YouTube пешкаши шумо азизони дил мегардонем. маро гӯш кун. ба вай бисёр наздик нашав, фаҳмидӣ? аз дур мушт бизан.
шуд хонум мелис ҳеҷ парво накун давом де о канони девона ту ба ин ҷойҳо намеомадӣ ку ҳей ҳилми девона чӣ хели бобои қодир хеле вақт шуд ки надидем шуморо дар хизмат хӯрдану нӯшиданамон якҷо буд дӯстам охир чӣ хел одами бевафо шудаи неошно аз куҷо ту ҳам аз мо ҷудо шудӣ ку дунёятро дигар кардӣ ҳам номатро иваз кардӣ хайр майлаш духтарат хатареро паси сар кард ягон мушкиле нашудааст ту аз куҷо медонӣ ман ҳам дар ҳамон автобус будам ту ҳам дар автобус будӣ бале қариб ки ҳамин суқроти бешараф ҳамаамонро мекушт суқрот гуфтӣ бале ҳамон бешарафи якчашма автобусро аз кор баровардааст маълум шуд ки суқрот ҳаёти духтарамро зери хатар гузоштааст ӯ ба духтари ту коре надорад ӯ аз паси як рафиқи дӯстдоштааш аст аммо ту парво накун ӯро ҳар куҷое ки ёбам мекушамаш ту заҳмат накаш канони девона заҳмат накаш ман ҳал мекунам суқрот кори кардаашро дар ивази ҷонаш медиҳад равед суқротро аз мӯричае ки дар он пинҳон шудааст кофта ёбед равед хайр ту ба ин ҷо барои бозӣ омадӣ магар неошуно тавба кардам ман як бозиро тамошо кунем гуфтам чӣ хел ягон ҷанговари хуб ҳаст ҳаст якеаш одами ман аст дигараш амрикоист амрикоӣ гуфтӣ бале амрикоӣ амрикоӣ одами кӣ аст ба худо амрикоиро ҳеҷ кас намедонад ки барои кӣ меҷангад аммо медонӣ одамро мисли шер пора мекунад инӣ дар мусобиқаое ки то имрӯз иштирок кардааст дар ҳамааш бо нокаут ғолиб омадааст шумо шинед ман меоям акай канон намук мегӯяд ки ман наметавонам аз номи акай канон баромад кунам биҷангам беақли шараф гумуш кун лекин ба як шарт ака мегӯяд ки маро зан диҳад акай канон ҳамин тимарея зан биёбуте ку ман майк тайсона дар як дақиқа пачақш мекунам ана ин хел мекунӣ бин дастатро мешиканам бахшиш ака маро бин агар бо майк тайсон биҷангӣ мемурӣ мурдаҳо ба хонадорӣ эҳтиёҷ надоранд фаҳмидӣ камоли сиёҳ ҳозир бозии ту сар мешавад агар мағлуб шавӣ худат медонӣ тамошобинони азиз ҳозир камоли сиёҳ бо дев меҷангад хонум мелис ӯ фарбеҳ будааст ӯро ба осонӣ меафтонад пеш даро инҳо инҷо чӣ кор мекунанд акай канон мегӯянд ки камоли сиёҳ барои бобои қодир меҷангад 100%. ё худо ин камоли сиёҳ чӣ хел қабул карда бошад чӣ шуд хонум мелис ёриам кун бе ту наметавонам не акнун ҳаминаш намерасид рав корашро тамом кун эй ҷону ҷигар бубро бубин ҳавора мебора намебора ба ҳавлии акрамҷон берун баро тӯлиҷон интизор аст азмиҷон ман рӯи туро бинам ин чӣ садо аст шабро ба ёди тутурин рӯз кунам ман бе ту нафас намегирам дар олам гар бе ман нафас гирӣ заҳру ситамат бодо нигоҳ накунӣ ай тиреза фишори ман мехеза агар маро нагирӣ қош мижад биреза ин девона чиҳо мегӯяд ту маҷнуниву ман бошам лайли охир ман маҷнун бошаму ту лайли
تو مدهوری من بروسلی. اگر با هم نرسیم در عالم عشق و عاشقی تولی جان رسوا شود. آی تکایی بدبوی، دف شو از اینجا، دف شو گفتم، دف شو. قلبم تو را به دنیای عشق دعوت میکند. دعوت کن. من میدونم که تو را چی کار کنم. روزت را سیاه میکنم. دیوانه بیاک تکایی بدبوی. بیا ای پری چهره. حاضر میبینیم مجنون بروسلی. کنی میلتیق را دیده چی کار میکنی تو؟ تکایی بدبوی، دلم عشقم. همه دوست داشتش را کشتن میخواهد. من هم از دستی تو مردن میخواهم ای عزیزم. به عقلی نکنی. دوست داشتم میبینم تو. آی کجا میگویدی؟ آی مجنون بروسلی، کجا میگویدی؟ ایستا که تیمون را نکنم. کجا؟ اشایی نشدم. کجا رفتیم سرجو؟ اینجا بیا. خدا گیرد عشق این طولی را به امیدی عاشقی مردن ممکن است. من به کجا افتیدم؟ هی خانم تولی، شما چیکار میکنید؟ چیزی نیست، تمام. همش رو خودم حل کردم. یا خدای من، یا رسول الله، چی گپ است؟ این چه خیرخانه است؟ مثل که در امریکا زندگی میکرده باشیم. جنگ گفتم سر میکنه، دیست گفتم ایستید. قاعده ها را رعایت کنید به جایهای خود. راوند اول. دو سه چهار. چی کار میکنی تو؟ چی کار کرده ایستاده‌ای؟ نمیبینی مگر شکمی او رو؟ نیم متر است. به سرش بزن، به سرش. امر کنید خانم ملیس. همه تکتیک ها رو من به تو نشان بدی. همه رو. من کجا افتیدم ها؟ خدایا. اینجا کجا باشد؟ عجبا. توبه به چشم خودم باور نمیکنم. صندوق در درونش باشد. خلاص شو. چیکار خلاص شوم خانم ملیس؟ اقلا یک کار رو خودت کن. گفتن آسان است، این گوشت خر خورده است.
خیز. خیلی زدم خانم ملیس. تو حالا هم گپ میزنی؟ چیزی نمونده بود که دلم میکفید. کمالیسیا این چی حال است؟ با این رفتارت فینال رو نمیبینی. نه با شخص دویم با زور غالب آمدی. خودت رو به دست میگیر یا اینکه دوست داشته‌ات رو به قدر کافی دوست نمیداری ها؟ بخشش جنابی بابای قادر جان، اینجا یک خطای خوردککی است. من دوست داشته او نیستم. من این گپ ها را نمیفهمم. اگر کمالیسیا در این محاربه چمپیون نشود هر یتان میمورد. دوست داشته‌ات را خوب هوسمند کن خانم چند. تو با او گفتی که ما دوست داشته هستیم؟ دیوانه. قسم که من این خیلی نگفتم خانم ملیس. از کسی دیگر شنیده است. یو خدایا بلای سری من شدی. کار بود شود از تو جانم خلاص شود بعدن رویت رو شیطان بیند.